من خوش اومدید به این ویدیو جدید. امیدوارم که حال همه شما خوب باشه. همونطور که مشاهده میکنید بنده اومدم بندر عباس و این مناطق را که میبینید مناطق سرو قدیم است که هر کی شما از بندر عباس رفته این مناطق را میشناسد. به این خاطر گفتم چند تا جاها شما به شما نشون بدم. پس تا آخر با ما باشید و اگر کانال ما سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید و همکنون بندر عباس و جاهاش را مشاهده خواهید کرد. رفتن من شاید یه امتحانه واسه شناخته دلم تو این زمونه غصه نخور زندگی رنگارنگه یه وقتایی دور شدن قشنگه شاید اگر نایم بودی روز میدیدم که دوست ندارم میخوام برم که تا ابد بمونم ساخته برای من شاید یه امتحانه واسه شناخته دلم تو این زمونه غصه نخور زندگی رنگارنگه یه وقتایی دور شدن میخوام برم که تا ابد بمونه واسه شناخته دلم تو این زمونه غصه نخور زندگی رنگارنگه یه وقتایی دور شدن قشنگه شاید اگر نایم بودی کنارم یه روز میدیدم که دوست ندارم میخوام برم که تا ابد بمونم ساخته برای مردم دلم از دست دنیا خسته بودم دلم با نطفه غم بسته بود دلم از دست دنیا خسته بودم دلم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. ممنون که تا این لحظه ویدیو با ما بودید. پس اگر ویدیوهای ما را دوست داشتید کانال ما را سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بیشتری از مکانهای بندر عباس و جایگاه دیگر را منتشر کنید. تا یک ویدیو دیگر خدا یار نگهدار.